مدیر دوبلاژ داریوش بشارت. دوبله شده در رویال وایس. دیگه نبینم بیایی برو دیگه نیستی حرف بزنی دیگه بس باید اینجا نیست برو بلند شو دیگه بودو از اینجا برو دیگه زود باش زود بایی بابا برو دیگه حرفم نمیتونی بزنی منو نگاه کن ببین چی میگه نگاه کن حق نداری بیای پیش ما تو پیش ما جایی نداری اینجا جایی تو نیست زود باش برو ببینم برو دیگه بعدش یه بار نبینم ببینم خودم میدونم چی کارت کنم چه برو از اینجا میفهمی چی میگم اینجا خونه رای کنم استخونتم میشکنم فهمیدی یا نه بخوای با ما بازی کنی همین میشه ولش کنی بزنینش ولش کنی داره میاد یکی داره میاد بزنینش برید که دار ببینم کی هست برو ببینیم بابا ولش کن برو ای بچه ها فرار کنیم برید فرار کنیم بچه ها علی خوبی؟ بلند شو ببینمت خیلی زخمی شدی بیا اینو نگهش دار برای چی میذاری کتکت بزنن ها؟ برای چی مقاومت نمی کنی؟ همه چیز درست میشه خب باشه خیلی خوب ببین پسر من همیشه کنارت نیستم که میخوای خودتو بکشی اگه نمیتونی مقاومت کنی باید فرار کنی ببینمت علی برای چی ساکت میمونی وقتی کتکت میزنم فکر میکنی با من بازی میکنن؟
خودش کافی نبود، برداشته یه خرگوشم آورده. علی، با پسر، با کی دارم حرف میزنم ها؟ علی با تو هم ده جواب بده طول سگ. حکمت، به خاطر تو من نمیتونم بین مردم سرمو بالا بگیرم. یه بار به من بگو بابا، جون من، یه بار بگو، فقط یه بار. میگی؟ الان به من میگی بابا، فقط یه بار. زود باش بابا. بچه رو ول کن بابا. ولش کن. باز شروع نکن سن. بچه های مردم چیکار میکنن؟ این دوتا کلمه هم نمیتونه حرف بزنه. خدای بزرگ، بچه گناهی به درگاهت مرتکب شدم که یه بچه ناقص نصیبم کردی. چی میگی؟ واسه من سبوتر از این نکن ببینم. احمد عزیزم، چیزیت نشده؟ پاشو خوبی؟ عزیزم، خرگوشتو دالان میکشم به دشمن. فلش کن. نه فلش کن ببینم. این کارو نکن. چی کار کردی؟ نکن. خوب کردم. ولش کن. میگم نکن. حکمت، باید ببریمش بندازیمش تو تیمارستان. ولش کن. تیمارستان، شنیدی؟ تیمارستان. اون بچه باید بره بخوابه تو تیمارستان. متاسفم پسر، کاری نمیتونم انجام بدم. اون الان رفت بهشت. نمیشه که نره. اگه میتونستم اول از این که بره درمانش کنم، میتونستم نجاتش بدم. دکترا همه رو نجات میدن. دکتر عادل برای جلسه منتظرتونن. فردا دوزش رو کم کنیم. باشه. من 2 ساعت دیگه بازم سر میزنم. من بخیر میگذره. صبح بخیر. دستیار جدید امروز میخواد بیا. آره، انقدر خوشحالم که نمیتونم بگم. دمیرم اذیتم میکرد. یعنی اگه این دفعه بتونه جلوی دستور مقاومت کنه، شایدی داره. چه خبره خانوم؟ دکتر دمیر؟ دمیر بی، به نظر دستیار جدید چطور آدمه؟ چون استاد نداره انتخاب کرده حتما پیره. سالا دستیاری میکرده، استاد ندارم دلش سوخته برش داشته آورددش. گناه داره دیگه. به نظر من جوونه.
شاگرد اول مدرسه است و مردم هست. شرط میبندی؟ برنده تا 1 ماه فیش غذای همه رو میگیره. نه بابا. باشه من هستم. زنه من میگم زنه. آره اما بد قیافه است. بله دستیار دیگه، معلوم نیستش که کیه. رو اعصاب بد قیافه است. چقدر بدبینید، یکم مثبت باشید. به نظر من خیلی خوب از آب در میاد. همتون میبینید. شرط میبندم خیلی رو اعصاب در میاد. حالا نگاه کنید. به استانبول خوش آمدید. مسافرین پرواز 137 برای تحویل بار خودشون مراجعه کنند. محترم 11 27 23 24 مسافرین محترم 11 26 مسافرین محترم پرواز 32. آره تو فرودگاه. پرواز آنکارا مسافرین 24 37 مسافرین پرواز 37 12 به گیت شماره 14 مراجعه کنید. چه اتفاقی افتاده؟ بچه چی شده؟ یکی به دادش برسه. چی بیچاره؟ بریم کنار، من دکترم، اجازه بدیم. ببینید چی شده؟ چقدر آمبولانس خبر کنه. رگش پاره شده، به یه پارچه تمیز نیاز دارم. چی شد؟ بیچاره خدا کنید چیزیش نشه. چی شد که داری خفش میکنی؟ داره چیکار میکنه؟ دارم خونریزیشو بند میاره. میکشیش. چی داری میگی؟ دستتو جای اشتباهی گذاشتی. درس آناتومی خوب میدونم کجا رو باید نگه دارم. دیگه دکتر اون که بزرگسال نیست، یه بچه است. از جای تنفسش نگه داشتی، باید یکم بالاتر رو نگه داری. چی شد؟ اینجوری یعنی چی کار میتونه بکنه؟ ببینید نفس کشید بهوش من. خدا رو شکر. ممنونم. خدا کنه آمبولانس برسه. بچه بیچاره. خدای من. چقدر وحشتناکه. نترسین، میتونم درمانش کنم. پس اینم دکتره. تو دکتری؟ دکتر علی وفا. من تو بیمارستان حیات دستیار جراحی. یه دکتر اوتیسم دار؟ دقیقا. دکتر دستیاری که به شما پیشنهاد دادم دکتریه که اوتیسم داره، ولی با وجود این موفق بوده و کارشو بلده. درسشو تونسته تموم کنه؟ شاگرد اوله. اطلاعات جراحیش اندازه تواناییش بی‌نقصه. نگرانی تو درک میکنم. من وقتی تو شاهیزمت بودم شناختمش. 7 سالش بود و از سرگرمیش کتابای پزشکی بود که ورق میزد. دیدم تا 1 سال نشده همه اندامهای داخلی بدن رو حفظ کرده. کلیه، کبد، ریه. از حفظ کردن اسم اندامها حرف نمیزنم. همه اندامهای داخلی بدن، آناتومی و خصوصیاتش رو میتونست حفظ کنه. مثل اینکه همه اونا رو دیده، همشونو میتونست نقاشیاشونو بکشه. وقتی بزرگ شد پزشکی قبول شد. بعد از تموم شدنش دورشم گذروند. دیگه آماده است که اولین دستیاریشو انجام بده. ببخشید، من واقعا دارم سعی میکنم جلوی خودم رو بگیرم. کسی که اوتیسم داره چطور تونسته این کارا رو انجام بده؟ برای اینکه علی فقط اوتیسمی نیست، همزمان سندروم سابان هم داره. همونجوری که میدونین آدمایی که سندروم سابان دارن همزمان با هم
در درجه بالایی صاحب توانایی. از توانایی روزمره حرف نمیزنم. حافظه‌ای که هیچ کس نداره و هوش بسیار زیاد. مهمترینش چیزاییه که علی میتونه ببینه. از یه دید متفاوت نگاه میکنه که مستقیم با یه نگاه آناتومیشو میکشه. رگای سمت چپش گرفته. چیز بدیه. فکر نمی کنم اینطوری باشه. من باید راه خروجو باز ولی کنم. مشکلی نداره، داره نفس میکشه. چشاش به صورت پارادوکسی حرکت میکنه. اول باید نفس کشیدنش رو ثابت کنیم. داری چی کار میکنی؟ چرا آمبولانس نمیرسه؟ سرمون نجات بده. چه خبره؟ آمبولانس چرا نیومده؟ خدا کنه چی بیچاره. ریش متورم شده. فشارش منظم نیست. کسی از چاقو داشته باشه؟ تو چاقو داری؟ یه نفر چاقو بده. چاقو؟ خواهش میکنم. حواست باشه دستتو بر نداری تا تنفسش قطع نشه. کجا میری؟ صبر کن، نرو. سلام، من یه چاقو لازم دارم. اونی که اونجاست، اون قرمز رنگه، اون به کارم میادش. چی میگی بابا؟ تو هم وقت گیر آوردی، برو پی کارت. وایسا، چاقو داره، سری ببرنش مرکز پلیس. اونو ول کنین، ولش کنین، داره پسرمو نجات میده. دکتره؟ تاثیرگذاره. تاثیرگذار؟ فیلیس خانم، حرفی که از دهنتون در میاد و گوشتون میشنوه؟ این آدم اوتیسمی نیست؟ دکتر عادل، بخش من مرکز آموزشی نیست. دکتر عادل، شما هم پزشک ارشد این بیمارستان هستید، هم رئیس بخش. مطمئنم اونم اندازه شما به بیمارستان فکر میکنه، مگه نه؟ ولی خب بالاخره انسان اشتباه میکنه. یعنی شما با اون وقت گذروندین و بررسیش کردین، درسته؟ بله. میتونین مطمئن باشین که علی علیرغم وضعیتش میتونه وظیفه‌شو انجام بده یا نه؟ اندازه‌ای که از این دستا مطمئنم. بالاخره دارن کمک میکنن. راه باز کنید. خدا کنید هر کاری میتونی براش بکن. یعنی داره چی کار کنه ها؟ مگه بلده؟ خدا چی کار میکنه؟ چه کارهایی که نمیکنه؟ نگاش کنی. بذارم چی کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ بذاره عزیزم. اگه تمرکز کنم میتونم بین دنده 5 و 6 رو برش بدم. اینجوری اندامای دیگه آسیب نمیبینن. خدای من، اتفاق خیلی عجیبی داره میفته. یکی داره تو فرودگاه جلو چشمم عمل جراحی انجام میده. نمیتونم ببینم. آرام باش. خب بگو این شیشه برای چیه؟ تا وقتی که زخم بازه هوا درست به ریه میرسه. زخم میذاره هوا بره بیرون و شیشم برای اینه که دیگه بر نگرده. یعنی یه کانال درست کردی؟ آره، برای اینکه بتونه نفس بکشه. آروم باش. ببین چی کار. لحظه به لحظه دارم ازشون فیلم میگیرم. این دیگه چیه تو دستش ها؟ چی درست کرده یه؟ خدا رو نفس کشی. شما میبینین داره نفس میکشه. باور نکردنیه. صحنه باور نکردنیه. از کمکش کنه. خیلی خوب باشه. الان نفس داره ولی میتونه جای دیگه خونریزی داشته باشه. باید سریع ببرینش بیمارستان. همینطور که میبینین اورژانس رسید. خیلی کارش خوب. تو نمیخوای بیای؟ من جایی قرار دارم. خدا خیرت بده پسر. من چی دارم میگم؟ باشه فهمیدم. جراحیش به اندازه کافی ثابت شده. ارتباطش با مریض و اطرافیان مریض چی میشه؟ البته که مثل ما از روابط اجتماعی برخوردار نیست، اینو میدونم. ممنونم. سوال دیگه ای ندارم. آره، در مورد روابط اجتماعی سوالاتی وجود داره. خیلی ظریف‌تره. برای حرف زدن روزانه تلاش میکنه، اما با یک کم تلاش میتونه همش رو یاد بگیره، مگه نه؟
آره، اما به عنوان بیمارستان چیزی که باید براش تلاش کنیم سلامتی بیمارامونه. دکترا نیستن، مگه نه بلیس؟ به نظر من اگر با علی یه ملاقات داشته باشیم قضیت رو بهتر میفهمیم. علی کجاست؟ باید خیلی وقت پیش اینجا بوده باشه، مثل اینکه مشکلی پیش اومده. نگاش کن چقدر کوچیکه. خیلی زود به دنیا اومده. خیلی خوب میشد اگه ما با هم ازدواج میکردیم. یادتون نره بهتون چی گفتم. تمام نکاتیو که بهتون میگم مو به مو باید انجام بدین. برای مریض اتاق 20 فردا وقت هم دارید. فردا صبح بعد از اینکه جواب آزمایشش اومد شروع میکنیم. باشه؟ خیلی خوب، واسه شناسایی مشکل اندامش از خانواده‌اش اطلاعات بگیرین. استاد فرمان. بله؟ 21 هفتشه. التهابش کم شده ولی هنوز حالش بهتر نشده. سطح هوشیاریش چطوره؟ بگو ببینم. استاد نیروش خیلی کمه، چطور عمل بشه؟ برای جراحی آمادش کنیم. استاد اون شرایطش مناسب نیست، چجوری عمل بشه؟ اگه جراحیش نکنیم شانس زندگیش چقدره؟ چیه؟ منم اونجوری فکر میکردم. خیلی خوب، به خانواده‌اش وضعیت رو توضیح بدین، ازشون اجازه بگیرین. اونا تصمیم میگیرن. چشم استاد. ادامه بدین بچه‌ها. الیف خانم، وضعیت بچه‌تون رو بررسی کردیم. تنها راهی که داریم عمل جراحیه. بعدش خوب میشه. نمیتونم تضمین کنم، اما شانس که داره. عارف خانم، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، اما شانس زنده موندنش کمه. ببین، میفهمم که نمیفهمی. انتظار کشیدن رو نمیفهمی. دوا درمون کردن، این دکتر و اون دکتر رفتن. بعد از سالها معجزه شد. گفتم که بهش رسیدم، زود به دنیا اومد. نتونستم بغلش کنم، هنوز بوش نکردم، لمسش نکردم، حتی اسمشم انتخاب نکردم. ببین، تو این کشور اگه دکتری باشه که بتونه بچه رو نجات بده حتما استاد فرمانه. خب ببینین، من پرونده بچه‌های زیادی رو خوندم. شما برای اینکه کوچیکه میترسی، اما برعکسه، قوی تر میشه. علیرغم کار نکردن اندامش دست از مبارزه بر نمیداره. باشه، پس شما هم از اون دست بر نداره. قول بدین هر جور شده بچه‌مو نجات میدین. لطفاً قول بدین. باید بریم، زود باش دیگه. باشه لطفاً. الیف خانم، تو قول ندین اجازه نمیدم. ببینی، تو رو خدا بهم قول بدین. نازلی، لطفاً بهم قول بدین. تو رو خدا قول بدین. باشه، قول میدم. قول میدم. قول میدم. من باید برم بیمارستان مرحمت. پس تو آمبولانس درستی هستی. خیلی ممنونم.
عالی. من میخوام دکتر بشم. میشه؟ این چیه میگی؟ اگه کسی مریض شه خودم نجاتش میدم. آفرین به تو. داداش من یه دکتر عالی میشه. علائمش عوض شد. همونه که نبضش 86ه. نه یکم پیش بالاتر بود، الان افت کرده. یکم پیش هم 86 بود، الان هم 86ه. نه یکم پیش اینجا بود، الان افت کرد، ولتاژ افت کرد. چه اتفاقی داره میفته؟ برادر من حالش خوبه، چیزی نیست، نگران نباش. یه مشکلی هست. ای خدا بهمون صبر بده، میگم که چیزیش نیست. یا پسرم از دست رفت. خدای من. پسرم چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ دکتر ایلیف به بخش اورژانس. دکتر ایلیف به بخش کجا؟ اتاق عمل. تو اجازه نداری. اما استاد قول دادم. واسه همین نمیتونی بیای. حرفات با بستگان بیمار رو شنیدم. در اینجور مواقع نمیتونی به هیچ کس همچین قولی بدی. یادت نره به چی گفتم. زیاده روی کردی. اما استادت کار داره. یالا دمیر. راه باز کنین، راه رو باز کنین، زود باشین، زود باشین. عجله کنین. برید کنار، راه باز کنین. دکتر یاسمین اردم لطفاً به بخش یه مورد جدیده، تصادف کرده. دکتر یاسمین اردم لطفاً به بخش آی سی یو مراجعه کنید. اکو چی شده؟ بیماری پسر 8 سال است. شیشه افتاده رو سرش، خونریزی داخلی هم داره. خیلی خوب ببریدش، 2 تا زخم است. همین الان باید نوار قلب بگیرین. تو کی هستی؟ همه کارا رو اون کرده. باشه ببریدش داخل. اکو باید نوار قلب. صبر کن. برو ببینم. برو داداش، برو پی زندگیت، وقت ما رم نگیر. اکو با وجدانتون تصمیم بگیرید. اگه توی برگه مقابلتون اوتیسم ننوشته بود همه دنبال همچین دستیاری میدویدید. درسته ولی این عادلانه است. آره این عادلانه است. دارم ازتون میپرسم این حقه؟ آقا عادل، یه دکتر اوتیسم تو کادر پزشکیمونه. تصور کنید این از بیرون ما رو چطوری نشون میده؟ مثل انسانهای خوب. متوجه نمیشید؟ میتونیم این بچه رو بیاریم و کلی بچه دیگه مثل این امیدوار کنیم. شما فکر میکنید فقط همین یه علیه؟ آره؟ ولی اشتباه میکنید، هزاران جوان اوتیسمی روبروی شما هست که بیرون جلوی یه در منتظرن. این در باز کنیم، بهشون بفرمایید بگیم اینکه ناامید نشید، از رویاهاتون دست نکشید، خودتون رو کم حس نکنید، شما میتونید، باید بهشون بگیم. شما هم توی این زندگی یه شانس دارید، شما هم مثل همه شانس زندگی کردن رو دارید.
میتونیم این بیمارستان رو به جای بهتری تبدیل کنیم. من از شما چیزی واسه علی نمیخوام، واسه خودمون یه چیزی میخوام. با توجه به اینکه با علی صحبت نکردیم میخوام رأی گیری کنم. کسایی که با کار کردن علی وفا توی این بیمارستان مخالفن؟ کار کردن علی وفا توی این بیمارستان با رأی اکثریت رد میشه. مثل اینکه نمیفهمی تو ها؟ دکترها خودشون اونجا هستن، تو کاری از دستت بر نمیاد. برو از اینجا، جات اینجا نیست. بری. ببین چی برات خریدم. آره ده من بازش کن دیگه. خودت گفتی میخوای دکتر بشی، اینم لوازمش. حالا لوازمش هم داری. ببین داداش جونم، هر کی هر چی میخواد بگه، به حرف هیچ کس گوش نده، چون تو خیلی عاقلی. تو حتما دکتر میشی، باشه؟ یادت نره. اگه یه وقت یه بلایی سر من بیاد، تو باید منو نجات بدی، باشه؟ آفرین به تو. اکو دکتر یاسمین اردم لطفاً به بخش آیسیو مراجعه کنید. دکتر یاسمین اردم لطفاً به بخش آیسیو مراجعه کنید. بگید که زنده است. یکی باید به خانواده‌اش بگه. چی رو؟ اینکه دخترشون جنگجوه. استاد، یه مریض اورژانسی اومده، خونریزی ببریدش اتاق عمل، الان میام. رسی. یکی دیگه خبر رو به خانواده بچه میده. باشه؟ چشم استاد.
استادمون همین الان عمل بچه‌تون رو تموم کرد و موفق شد. زنده میمونه. خدایا شکرت. باشه ازتون میرم. خب وضعیت چطوره؟ بفرمایید. کجا بودی؟ اومدم استاد. خونریزی داخلی با توجه به MRI خونریزی در قسمت شکمی. ریچه یک طرفه. عالیه. کی این کارو کرده؟ فکر میکنم کسی که آوردهش استاد کاری اولگرمون انجام داده. جواب امارای؟ هوا دیده نمیشه. لوله گذاری هم شده، احتمالاً مشکل تنفسی داشته باشه، اما خونریزی داخلی متوقف شده. هر کی درمان اولگرا رو انجام داده میتونم بگم تو این کار واقعا ماهر بوده. خیلی خب دیگه این خوشتیپو باید بیهوشش کنی. لطفاً سود خانمو پیج کنید، بگید از بخش اطفال بیاد اینجا، کار واجب. چشم استاد. آقای محترم شما نمیتونید وارد شید. اکو صبر کن یه دقیقه. اکو چه خبر؟ شما کی هستید؟ شرمنده استاد نتونستیم جلوشو بگیریم. اون اومد تو حراست. اون عفونت بیا اینجا ببینم. پریکاردیان داره. بیا بریم بابا. عفونت پریکاردیانه. قضیه چه کمه فکر میکنن دکترن؟ ها؟ خیلی خب هر کسی سر کارش. وقت نداریم، وقت نیست. برو بیرون دیگه، عجب کنه. صبر کنیم. نمیتونیم صبر کنیم. چه اتفاقی اون ور دیگه. چی کار میکنیم؟ این همون دکتریه که جون پسرمو نجات داد. شرمندم خانم محترم ولی لطفاً ولش کن. خیلی خوب من دیگه میرم، ولی نظرشون بیاد تو، وگرنه استاد فرمان به حساب من میرسه، منم اون وقت به حساب تو میرسه. باشه حتما. 1000 تا کار ریخته سر من بدبخت. پسرم زنده میمونه. میدونید که من برای شما احترام خیلی زیادی قائلم. اینم میدونید که بیمارستان امانت پدرمه و من سعی میکنم به بهترین شکل مدیریتش کنم. دکتری که اوتیسم داره ریسک بزرگیه، نمیتونم این ریسک رو بپذیرم. پس کی قبول میکنه؟ بیرون کلی آدم خانم که تو زندگی حتی یه شانس هم بهشون داده نشده، کسایی که هیچ کس بر نمیگرده بهشون نگاه کنه. اگه منو تو قبول نکنیم کی اینا رو قبول میکنه؟ این بچه هیچ جا قبول نشد. اگه بدونی به چند تا بیمارستان سر زده، این آخرین شانس اونه. هنوز یه روز مونده.
ازش استفاده کن. یه کاری بکن. چرا کسی جواب ما رو نمیده؟ ما خودمون همه چیزو میدونیم. فیلم‌ها تو اینترنت پخش شده، ما همه رو اونجا دیدیم. آره دیدیم. لطفاً جواب ما رو بدین. جواب بدین. خواهش میکنم. میشه باشون صحبت کنیم؟ میتونیم ببینیمشون؟ میشه تک تک صحبت کنین لطفاً؟ خیلی سر و صدا زیاد شده. خواستم باهاشون صحبت کنم. باور کنین دارم راست میگم لطفاً. یه لحظه صبر. ای بابا. چه خبره اونجا؟ یه ویدیویی تو فضای مجازی پخش شده، دنبال اون میگردم. منم دقیقاً نمیدونم چه خبره. چه ویدیویی؟ یه دکتر یه بچه رو نجات داده، نمیدونم دقیقاً چیه. گفتن تو بیمارستان ما کار میکنی، اما من همچین دکتری رو نمیشناسم. ممکنه اسم این دکتر علی باشه. نمیدونم دقیقاً. همه به اسم دکتر معجزه‌گر هشتگ زدن. به خبرنگارا بگو بیرون منتظر بمونن، توضیحی که لازمه رو میدن. اکو اسپراتو یک کم دیگه لطفا. کافیه. خیلی خب، قسمت کبد وضعیت بدی نداره ولی خونریزی تو قسمت دیگه است. پس لطفا. ضربان قلب به جای بالا رفتن داره افت میکنه. قضیه چیه؟ اکو نوار قلب گرفتی؟ نه استاد. سریع دستگاه سونوگرافی برید. ویبراتورم آماده کنم؟ هنوز نه. باید ببینم تو قلبش چه مشکلی هست. عفونت پریکاردیاله. پریکاردیال. ریتم قلبش کم شده. عفونت پریکاردیال. خیلی خب، لطفا نوار قلب رو ول کنین. لوازم برداشت پریکاردیال آماده کنین. چون بچه‌ها بدنشون کوچیکه برداشت پریکاردیال آسون نیست و این نشون میده که با عمل باز ممکن نیست بشه پریکاردیال برداشت. قسمت بالایی شکمشو باز میکنیم. دمیر؟ تیغ. بله حتما. تامپونات قلبی تو بیمار بدجوری پیشرفت کرده. در اثر شوک رو دیوارهای قلب اثر گذاشته. پریکاردیال تامپونات قلبی با ایجاد فضای خالی در اون قسمت درمان میشه. اسپراتور. یه بار دیگه نزله. یه بار دیگه. خیلی خوب، کافیه. باید محل دقیق خونریزی رو پیدا کنیم. اگه به خاطر زخم ایجاد شده خونریزی ادامه پیدا کنه مجبور میشیم قلبو باز کنیم. اولین کار بعد از باز کردن قلب متوقف کردن خونریزیه. برای تنفسم برای باز کردن قلب آماده بشین. زود باشید. هی داری چیکار میکنی؟ دیوونه. اگه نتونید به موقع خونریزی رو متوقف کنید قلب میسته. نبضش افت کرد، به قلب بیمار شوک وارد شد. به قلب بیمار شوک وارد شد. نازوپریزن رو بیشتر کنید. عجله کنید. نازوپریزن رو زیاد کردید. لیفیبریتول آماده کنید. حاضر استاد. نازلی برو کنار. شوک. 3 2 1. دمیر یه بار دیگه. حاضر استاد. 3 2 1. نازلی. دمیر یه بار دیگه. حاضره. خیلی خوب، آماده. 3 2 1.
ریتم نرمال دوباره شروع شد استاد. آخرین وضعیت؟ استاد ضربان قلبش برگشت به حالت نرمال. نبض 150. کارتون خوب بود بچه ها. آفرین. نازلی مریضو ببندی. چشم استاد. اسفنج. خانواده یوسف شما هستی؟ بله. عمل کاملا موفقیت آمیز خوب. خونریزی تحت کنترل، هیچ جای نگرانی نیست. خدا ازتون راضی باشه. خیلی ممنونم. ممنون. خواهش میکنم. فقط یکم سخت بود ولی مداخله اولیه خیلی خوب انجام شده بود. میخواستم بپرسم دکتری که این کارو کرده رو میشناسی؟ همونی که داره میره. متشکرم. ممنونم. ببخشید. ببخشید. چیزی نیست. آروم باش. میخواستم بابت کاری که واسه اون پسر کردی ازت تشکر کنم. قبلا هم این کار رو انجام داده بودی؟ تا حالا با بطری یه دریچه یه طرفه درست کرده بودی؟ عفونت پریکاردیا؟ کنترل منطقه زخم؟ از کجا یاد گرفتی این کار رو انجام بدی؟ با استفاده از اطلاعاتی که تو ذهنم انبار کردم. تو پزشک هستی؟ تو کدوم بیمارستان کار میکنی؟ اینجا. رشته چیه؟ جراحی عمومی. تو دستیار جدید منی؟ شما دکتر فرمان هستید؟ شما میبینین دارم تو فرودگاه عمل جراحی انجام میده. باور کردنی نیست. خیلی عجیب. این یه فرصت باور نکردنی برای بیمارستانه. خواهش میکنم جواب بده گوشی رو. سلام. حالت چطوره؟ آخه تو کجا بودی؟ اونو نمیگم. منظورم اینه که چرا دیر کردی؟ باید به یه بیمار که بچه‌ای با وضع حاد بود رسیدگی میکردم. این کار از گذشتن از حراست آسون‌تر بود. بچه خوبه؟ خب گوشیت کجاست؟ چند دفعه زنگ زدم جواب ندادی. فکر میکنم که دزد اونو برده و با پولی که گم کردم میشه 1200 لیره. خیلی خوب، آروم باش حلش میکنم، نگران نباش. خیلی خوب، ما هم دیگه میریم پایین یه چیزی میخوریم. 15 دقیقه دیگه تا ساعت غذام باقی مونده. اما آشپزی که پایین غذاهای خوشمزه‌ای درست میکنه. انگار باید خودم تنهایی غذا بخورم. پلو مخصوص؟ آره پلو مخصوص، پر از مخلفات با سس گوجه. تا بخوایم بریم رستوران و سفارش بدیم 15 دقیقه شده نشده؟ چرا؟ ممنونم. ترشی نمیخورم، ترشی دوست ندارم. میدونم. از ترشی خوشم نمیاد، ترشی نمیخورم. علی جان میدونم، چک کردم ترشی نذاشتم. ترشی دوست ندارم. علی ترشی مرشی نیست، آروم باش. ترشی نداره. آروم تر بخور، خفه میشی. دونه رو خیلی دوست دارم.
باید در مورد یه چیزی باز حرف بزنم. من هر کاری از دستم برمیاد کردم، اما خب ببینم صدای این تلویزیون رو زیاد میکنی؟ و اما خبر جنجالی امروز که در زیاد کن افتاد. پسر بچه 8 ساله که در حال بازگشت از سفر به همراه پدر و مادرش بود در حادثه‌ای به دلیل خرد شدن شیشه مجروح شد. بعد از اتفاقی که برای یوسف افتاد همگی در انتظار رسیدن اورژانس بودن، اما در اون بین یک پسر جوان به کمک اونها اومد و تا قبل از رسیدن اورژانس توی فرودگاه امروز چه اتفاقی افتاده بود؟ گفتم که یه اتفاق خیلی بد افتاده بود. امروز اولین جراحی جلوی چشم هزاران نفر در فرودگاه انجام شد. برای بیماری که از فرودگاه آوردن اکو کنین. بله بفرمایین. باشه الان میام. استاد فرمان رو ندیدی؟ نه ندیدم. بعد از عمل اصلا ندیدمش. چی شده؟ ببین اون پسر باهوشه، هر چیزی میخوای ازش بگیر، ولی تو اکیپ خودم همچین چیزی رو نمیخوام. چرا؟ یعنی چی چرا؟ تو با این پسر اصلا آشنا شدی؟ معلومه که نشدی. اگه شده بودی میفهمیدی چی میخواستم بگم. اون پسره حتی نمیتونه 2 کلمه رو کنار هم بذاره. میدونی که زمان تو کار ما خیلی مهمه. معذرت میخوام ولی این بیمارستان فقط مختص جراحی نیست، من باید به چیزای دیگه هم فکر بکنم. خیلی خب وضعیت چطوریه؟ مثل اینکه پس داده، امکان داره به خاطر همین رگش پاره شده باشه. صفرا سوراخ شده، مایع صفرایی داره میاد بیرون و وارد شکم میشه. میتونیم جلوشو بگیریم، میتونیم یه راهی ایجاد کنیم که به روده ها بره، یعنی بین صفرا و روده ها رو به هم وصل کنیم. کانال صفرا خیلی کوچیکه، تا این حد که به روده نزدیک باشه دیده نمیشه. اکسیژن الان اومد زیر 80. استاد خیلی خب زود باشید بچه‌ها، عجله کنید. استاد هوشیاریش رفته زیر 30. استاد یه کاری کنین. خیلی خب نازلی دارم فکر میکنم، یه لحظه. یکم آروم باش دیگه. باید نگاه کنیم ببینیم چطوری داره میمیره. استاد یه کاری کنید، شما همیشه یه نقشه دوم. کافیه. برو بیرون. چی؟ گفتم برو بیرون. زود باش. همه سر کارشون. آروم باشه. دکتر چه خبره؟ چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ چی شده؟ یه چیزی بگی. یه چیزی بگین خانم دکتر. آروم باش. گریه نکن. بس دیگه نازلی، کافیه. آروم باش نازلی، آروم باش. بسته، این کارو نمی کنی. گریه کردن باعث میشه آروم بشی و فشارت پایین بیاد. تا زمانی که زنده ایم 95 لیتر اشک میتونیم بریزیم، پس میتونی گریه کنی. یه مریض بچه دارم، پیژامتره، ولی کانال صفرا سوراخ شده، داره نشت میکنه، ولی ارگاناش به قدری کوچیکه که نمیتونی معالجه کنی. باید توپ بهش وصل کنن. اینطوری فقط میتونیم صفرا رو خالی کنیم، نمیتونیم سوراخو بدوزیم. توپو زیر بخیه میذاریم، بعد از عملم منتظر میمونین که خوب بشه.
تو عالی هستی. برو کنار. بریز کنار. تویوب. خیلی دیره. نه استاد گوش کنین. ببینین میتونیم تیوب زیر بخیا بذاریم و صفرا رو خالی میکنیم. دیر شد. نمیشنوین استاد؟ میتونیم این کار رو انجام بدیم، بعد از عمل صبر میکنیم تا خوب بشه. خیلی دیره. اما چون تیوبو خیلی وقت گذاشتم. وضعیت بچه خیلی خوبه. استاد یه دونه اید. خیلی دوستتون دارم. دستتون در نکنه کارم با استاد. تموم نشده. 5 دقیقه دیگه دفتر پرستاری. سلام، مواظب باشین. خواهش میکنم. بلش خواهش میکنم آروم باشین. وضعیت بچه‌تون ثابته. حالش خوب میشه، نگران نباشین. خدای شکر. ممنونم آقای دکتر، خدا ازتون راضی باشه. ممنونم ازتون آقای دکتر. خدا بد نده. ممنونم آقای دکتر. والکان لطفاً یکم ما رو تنها بذار. استاد یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه این کارو بکنی من میدونم تو. یه بار دیگه به من شک بکنی نمی کنم. یه بار دیگه اگه فاصلت رو به بیمار حفظ نکنی قول میدم. قولتو قبول کنم؟ پس تو هم عذرخواهی منو قبول کن. چی گفتی؟ فکر کردم تو این وضعیت میخوای گریه کنی ولی این کارو نکردی و این عالی بود. ولی بازم راه درست رو پیدا کردی و برگشتی با تو. این کارو هر کسی نمیکنه نازلی. به همین خاطر به تبریک میگم. چیه؟ بگو. باشه. بگو. ممنونم استاد. همینه. قبوله باشه؟ خیلی خوب. کدوم تاریخ دیده شده تصمیمی که گرفته شده رو نادیده بگیریم؟ آقای تانچو یکم آروم باشین. هیئت مدیره رو دوباره تشکیل دادیم چون نمیدونستیم آقای علی چقدر واسه بیمارستانمون مهمه. فقط موضوع این نیست. من ویدیو رو کامل نگاه کردم. به عنوان یه دکتر واقعاً باهوشه. این زندگی یه انسانه، اگر اشتباه کنه چی میشه؟ کی مسئولیت این کارو به عهده میگیره؟ من. بله 6 ماه فرصت بدی. اگه اشتباهی کنه منم استعفا میدم. مطمئن باشی. سلام خانم، شما دکتر عادل رو ندیدین؟ نه ندیدم. سلام، شما دکتر عادل رو ندیدین؟ اتاقشون طبقه سومه. نگاه کردم نبود. خدا بد نده. شما دکتر عادل رو ندیدین؟ نه.
درد داره. من از این عمل خیلی میترسم. ایلهان خانم چیزی نیست که بترسید. دکتر بهتون توضیح داد که شما چیزی حس نمی‌کنین، فقط آندوسکوپی میشین. فقط توی شکمتون یه سوراخ کوچیک ایجاد می‌کنین و زخمای بدنتون رو تشخیص میدین. خیلی بی‌ترسم. آخه چیزی نیست که شما اینقدر بترسید. به خاطر خودتون قراره که لاپروسکوپی انجام بدین. نیازی به لاپروسکوپی نداره. شما؟ چشاش قرمزه، مطمئنم به خاطر طبیعیه که داره. خطاهایی هم که سیستم عصبیش داره نشون میده به خاطر همینه. اگه مریض علائم خاص دیگه ای نداره خیلی سریع باید مورد درمان با سرم قرار بگیره. به لاپروسکوپی احتیاجی نیست. دکتر بود؟ ببخشید دکتر عادل رو ندیدین؟ به من گفتم منتظر بمونم ولی نیومدن. شما دکتر علی هستی؟ از کجا شناختی؟ دکتر عادل گفته بودن که شما میایین. در ضمن پرستارای بخش همه چیزو میدونن. میدونین دکتر عادل کجاست؟ البته. الانم به خاطر شما تو هیئت مدیره داره تلاش میکنه. من که استخدام نشدم. متاسفم. ولی ناراحت نباشین، دکتر عادل به خاطر شما هیئت مدیره رو راضیش میکنه. نه راضی نکنه. این کارو نباید بکنه. چرا؟ بازم که تنها اومد اینجا. همش هم که داری نقاشی میکشی. اینم که هنوز اینجاست. باشه من سرت میخوام. من از دستت ناراحت نشدم. باشه بیا بریم. ببین داداش جونم، خرگوشت رفته دیگه وجود نداره. آروم. از این به بعد باید با دوستات بازی کنی. اونا نمیخوان. ببین داداش جون، اگه این کار رو ادامه بدی کسی باید بازی نمیکنه. بیا من اونا رو راضی میکنم باید بازی کنن. هم دلش میخواد باهاتون بازی کنه. خیلی خوب باشه بازی کنه. علی شنیدی؟ حل شد. باید بازی میکنن. ولی یه شرط دارم. بریم. کلید اونجا رو به علی بده. اگه تله رو بیارین میشه. بیا بگیرش. بیا بریم. این کارو نکنه. به هیچ وجه این کارو نکنه. به خاطر من حرف نزنه. خواهش میکنم بهش بگیم به هیچ وجه حرف نزنه. علی ازتون خواهش میکنم آروم باشین. چرا این حرفو میزنی؟ چون اتفاقات بد میافته. خب خودتون برین اونا رو راضیشون کنین. خب بالاخره که باید با هیئت مدیره صحبت کنید. فکر نکنم بتونم. آدم‌ها اولین بار که منو میبینن خوب با هم برخورد نمیکنن. که اینطور؟ عیب نداره. من عادت کردم. شاید این دفعه فرق کنه. کاملا مشخصه که شما فرد خیلی باهوشی هستین. فقط یکم به خودتون اعتماد کنید و خواهش میکنم آروم باشین. باشه؟ ممنونم خانم پرستار. پس من میرم و منتظر دکتر عادل میشم. بعد سعی میکنم هم آروم باشم. آره شما میتونین. بله میتونم. بله حتما میتونم. چرا نتونم؟ میتونم. بازم که اومدی قایم شدی. چی شده؟ من کار زشتی کردم دمیر. چی کار کردی؟
به استاد فرمان دروغ گفتم. تو؟ یعنی دروغم محسوب نمیشه، اما خب اون اشتباه متوجه شد. منم واقعیت رو نگفتم. خب من همیشه این کارو میکنم. ولی من تو نیستم. میدونم تو واقعا آدم خوبی هستی. خواهش میکنم این حرفا رو نزن. الان میرم و اعتراف میکنم. من هرچی بگم بازم میری و اعتراف میکنی. هی بابا، ها؟ از کجا اینو میدونی؟ به خاطر همینه که دوستت دارم. یعنی به عنوان یه دوست و یه انسان خوب. یه چیزی بگم. اولین بار حق با توه. اینجایی؟ یه 2 دقیقه با من بیا. نمیتونم بیام. بیا تو دیگه، بهت میگم بیا. نه نمیشه. چرا؟ آخه دکتر عادل گفته که اینجا منتظرش بمونم. با استاد عادل آشنا شدی؟ چیزه زود برمیگردیم، قول میدم. زود باش، بیا دیگه. خیلی خوب باشه، پس این کارو میکنیم. به منشی بخشمون میگم به دکتر عادل بگی که پیش منی باشه. ها؟ میتونه فکر خوبی باشه. باشه، پس من الان زنگ میزنم. گلین جان، میخوام یه خواهشی ازت بکنم. آره. اوتیسم یه بیماری نیست، فقط مغزشون فرق میکنه و کار میکنن. اونطور که گفتم 6 ماه به علی فرصت بدین. من همه مسئولیت رو به عهده میگیرم. اگه علی یه اشتباه کنه منم میرم. کافیه؟ اکو بله استاد، خسته نباشید استاد. بیا تو. استاد، من باید یه چیزی رو به شما بگم. اون فکری که به شما توی اتاق عمل گفتم فکر من نبود، فکر ایشون بود. وقتی شما به هم تبریک گفتین منم نتونستم راستش رو بگم. معذرت میخوام. اگه اشتباهت متوجه شدی مشکلی نیست. قراره بیای تو تیم من، درست میگم؟ تازه وارد ایشونه؟ چون از شما چیزای زیادی یاد میگیرم خوشحالم. چیزی که از من یاد میگیری اینه که هیچ وقت نمیتونی یه جراح بشی. استاد، واقعیت همینه. ببخشید استاد، مدیرم میخواد آقای علی رو ببینه. میتونید برید. با اجازه.
تنها چیزی که از من یاد میگیری اینه که هیچ وقت جراح نمیشی. هیچ وقت. هیچ وقت. خب برای تو آرزوی موفقیت دارم. بفرمایید. از این طرف. بفرمایید دکتر علی. بفرمایید، ما منتظر شما بودیم. آقای دکتر، میشه به ما بگید که چرا میخواین جراح بشین؟ نه ترس، زود برمیگردیم بیرون باشه. ببین تله اونجاست، اونو برمیداریم و میریم، بعد اونو باهات بازی میکنن. فقط تو اینجا منتظر بمون، من زود برمیگردم. خب مگه من به تو نگفتم همونجا بمون؟ بیا اینجا. هیچی نمیشه، نگران نباش. داداش پاشو. داداش منو تنها نذار. داداش نرو. برید کنار. عجله کنین. عجله کنین. زود باشین. زود باشین. برید کنار دیگه. کی بیاد کمک؟ اینا رو از اینجا بردارین. زود باشین. بیان اینجا. پیداشو کرد. بیا. حالت خوبه؟ بذار ببینم. خیلی خوب. اینو بذار ببندم گردنت. سریع اینجا فرار بیارید.
علی 14 سال و 9 روز پیش بود که خرگوشم رفت بهشت. نتونستم نجاتش بدم، اما داداشم بود. داداشم منو خیلی دوست داشت، میخواست که من دوست پیدا کنم و بازی کنم. ولی نمیدونستم برای همین میمیره. اگه میدونستم بهش میگفتم داداش من دوست نمیخوام، من تو رو میخوام. میگفتم نرو، اما نتونستم بگم. اون 14 سال و 1 روز پیش رفت بهشت. نه خرگوشم نه داداشم نتونستم بزرگ شم. من میخوام بچه ها بزرگ بشن، کسی قبل از وقتش به بهشت نره. اون موقع بزرگ میشن، خانواده تشکیل میدن، خانواده‌شون هم دوستشون داره، همه جا پر عشق میشه، قشنگ میشه. من به خاطر همین میخوام جراح بشم. و برای اینکه یه دوچرخه جدید بخرم. خب آخه اینجا ترافیک زیاده، به خاطر همین. از امروز به بعد به عنوان پزشک دستیار تو این بیمارستان کار می‌کنم. خوش اومدین، تبریک میگم. استاد بیا علی بیا. سلام دوستان، میخوام یه شخص جدید رو بهتون معرفی کنم، دکتر جدید دستیارمون. علی میخوام خودت با دوستات حرف بزنی.